بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی رحمت. السلام علیکم همراهان خوبی برنامه حدیثی رحمت. آریا سهراب هستم و خوشحالم که توفیق دارم تا یک برنامه دیگر هم در خدمت شما دوستان باشم. حدیثی معروف درباره ماه مبارک رمضان هست که پیامبر اسلام می‌فرمایند رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت، میانه اش مغفرت و پایانش آزادی و رهایی از آتش جهنم است. و همانطور که می‌دانید ما اکنون در دهه پایانی آن قرار داریم، یعنی دهه آزادی و رهایی از آتش جهنم. دوستان، چه خوب است تا در این شب‌های عزیز به یاد هم باشیم، به یاد همه بیماران، دکتران و پرستاران. از خداوند بخواهیم که شر ویروس کرونا را از سر همه مردم جهان و البته تاجیکستان عزیزمان کم کند و بار دیگر آرامش و سلامتی به سرزمینمان بازگردد. این دهان بستی دهانی باز شد، کو خورنده لقمه های راز شد. لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خوان آسمان کن شتاب. قدر این ماه ضیافت الهی را بدانید. اما در این جای برنامه از همه شما شنوندگان گرامی برنامه دعوت میکنیم تا حدیث امروز را بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. رواه النسائی. امام نسائی در سنن خیش حدیثی را تحت رقم 2584 از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نقل می کند که گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند میان حج و عمره پیوند بزنید، زیرا این دو فقر و گناهان را از بین خواهند برد، همچنان که دم آهنگری چرکهای آهن و طلا و نقره را از بین میبرد و هیچ پاداشی به جز بهشت نمیتواند پاداش حج مبرور و نیکو انجام شده قرار بگیرد. حج خانه خدا از ارکان و ضروریات دین مبین اسلام است و برای انسانی که توان و قدرت انجام حج را دارد یک بار در عمرش فرض است که حج خانه خدای را به جای آورد. در توضیح تابع بین الحج و العمره فرموده اند
قاربوا بینهما، بین حج و عمره پیوند بزنید. اذا اعتمرتم فحجوا و اذا حججتم فاعتمروا، یعنی هنگامی که عمره را به جای آوردید حج را نیز انجام دهید و هنگامی که حج کردید اعمال عمره را به جای آورید. البته برای حاجی به شرطی این امکان پذیر هست که عمره اش در نزدیکی حج باشد یا حج را اول انجام بدهد و به دنبالش و در پی آن عمره را انجام بدهد، که به این میگن حج تمتع. اعمال انسان در تعیین سرنوشت او مؤثر است و حج و عمره از جمله این گونه اعمال است. این که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند فانهما ینفیان الفقر و الذنوب، حج و عمره فقر و گناهان را از میان خواهند برد، دلالت بر این امر دارد. مراد از فقر می تواند هم فقر ظاهری باشد که حج و عمره سبب تغییر یافتن وضع مالی حاجی و عمره گزار گردد و هم می تواند فقر باطن باشد که حاجی و عمره گزار بعد از انجام دادن این فریضه الهی از غنای قلب که همان تقوا و یاد خداست برخوردار گردد. در برابر این سوال که آیا هر گونه حج و عمره این نوع تأثیرات را دارد، قسمت پایانی حدیث با آوردن کلمه الحج المبرور پاسخ آن را تا حدود زیادی داده است. در تأثیر واقعی حج و عمره جهت از بین بردن فقر و گناهان نباید هیچ گونه شکی داشت. بنابراین رسول خدا علیه السلام این امر معقول و غیر محسوس را با مثال روشن و محسوسی توضیح می دهند. می فرمایند کما ینفی الکیرو الی آخر الحدیث، همچنان که دم آهنگری چرک های آهن و طلا و نقره را از بین می برد. در مورد حج مبرور گفته اند مراد از حج مبرور همان حج مورد قبول است و گفته اند همان حجی که در آن چیزی از گناه مخلوط نشود و مخلوط نشده باشد و همان که احکامش کاملا مراعات شده و موافق با آنچه از مکلف طلب شده است بر وجه اکمل واقع گردیده است. این توضیحات در کتاب تحفة الاحوذی به شرح جامع ترمذی آمده است که ایشان هم، یعنی امام ترمذی هم همین حدیث را در واقع در کتاب خودش نقل کرده است. شرایط و آداب ظاهری حج در کتب فقهی به طور مفصل بیان شده است و رعایت نمودن آن شرایط و آداب به هر فردی که عازم این سفر روحانی و معنوی می شود واجب و لازم می باشد تا حج او از نظر ظاهری درست انجام بگیرد. اما رعایت نمودن امور زیر در مقبولیت و مبرور شدن حج و عمره تأثیر مهمی دارد. اولا نیت خود را از برای خدا خالص کند و هیچ غرضی از اغراض پست دنیوی با خود نداشته باشد. حاجی باید بداند که تنها انگیزه و وادار کننده او به انجام حج همان پیروی امر الهی بوده است، یعنی انجام عبادت خدا، و مبادا که به خاطر ریا، پرهیز از مذمت مردم، خوف از فقر و تلف شدن اموال و یا قصد تجارت و اشتغال باشد. از گناهان خود توبه خالص کند. این دومین آداب حج هست. حق الناس را که به گردن دارد بپردازد، دل خود را از غیر خدا بکند و چنان احساس نماید که به سفر آخرت می رود. آداب سوم، عظمت و حرمت این سفر را باید قبل از خارج شدن از منزل بفهمد و بداند که
این سفر مثل سفرهای دیگر نیست، زیرا او در راه رسیدن به آستانه حضرت مالک الملک قدم برداشته و به ندای ملکوتی ابراهیم خلیل علیه السلام لبیک گویان پاسخ داده است. آداب چهارم این است که در مسیر راه به حد اقل معاملات تجاری و اشتغالات جانبی کفایت کند، زیرا این گونه اشتغالات احتمالاً او را از یاد خدا غافل کند و دل او را به غیر محبوب مشغول دارد. آداب بعدی تلاش نماید که کلیه هزینه ها و خراجات راه را از مال حلال تهیه کند و از اسراف و بخل در مسیر راه بسیار از این بخل و اسراف بپرهیزد. از هر نوع گزند جانی و مالی در مدت این سفر دلخوش دارد. یعنی اگر مشکلاتی پیش میاد در سفر دلشو بد نکند، بلکه دلخوش دارد که اینها از علامتهای قبولی حج است. و آداب بعدی این است که با دوستان و همسفران خود گشاده‌رو، شیرین کلام و خوشخلق باشد و همیشه با تواضع برخورد نماید. سعی کند از سخن لغو و بیهوده پرهیز نماید و سخنی که در آن رضای خدا نباشد به زبان نیاورد. به امید این که خداوند تبارک و تعالی به همه ما سعادت حج خانه خود را عنایت بفرماید و ما نیز از کسانی باشیم که حج مبرور انجام داده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاسگزارم از استاد محترم نصیب الله عمرو، همچنین از شما عزیزان شنونده و همراهان برنامه حدیث رحمت. کمال تشکر را از شما عزیزان دارم. رمضان امتدادی جاده نور در گذرگاهی هر مسلمان است. رمضان چلچراغ نور افشان در شبستان قلب انسان است. ماه تحکیم آشنایی ها، ماه تعطیلی قهر و حرمان است. ماه شب زنده‌داری عشاق، ماه بیدار باشی وجدان است. ماه اشک و خروش و ناله و آه، راه برگشت هر پشیمان است. ماه آسایش قلوب بشر، ماه پالایش تن و جان است. ماه تسلیم در بر خالق، ماه تمرین کار نیکان است. رمضان چشمه عطای خدا، ماه عفو گذشت و غفران است. قدر این ایام مبارک را بدانیم و کم با خدا خلوت کنیم. تا حدیث رحمت دیگر، خدایار و نگهدارتان. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org